سلام، خوش اومدید به بخش دوم از دوره مقدماتی پایتون. توی این بخش ما میریم عملگرهای ریاضی، عملگرهای مقایسه‌ای و منطقی رو با هم بررسی میکنیم. من وارد وی اس کد خودم میشم. اینجا یک فایل پایتون ساختم به نام سشن 3. اینجا در بخش اول ما عملگرهای ریاضی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم رو بررسی میکنیم. فرض کنید ما دو تا متغیر داریم، دو تا عدد. اولیش x که مثلا برابر 1.2 هست و y که برابر مثلا 3.9 هست. ما اینجا میایم پرینت میکنیم. اگر ما میخوایم جمع این دوتا متغیر رو داشته باشیم، x به علاوه y می‌نویسیم. این به علاوه میشه عملگر ریاضی ما. یا میتونیم به این شکل این رو داشته باشیم، یا میتونیم توی متغیر جدید ذخیره‌اش کنیم. مثلا اینجوری بنویسیم z مساوی است با x به علاوه y. میایم در جا z رو پرینت میکنیم. من این رو سیو میکنم و اجرا بگیرم ازش. حالا بذارید من این صفحه آوتپوتم رو تمیز کنم. میبینید که این دوتا رو جمع کرده به من تحویل داد. حالا عدداتون فرقی نمیکنه که صحیح باشن، یعنی از نوع اینت باشن یا اعشاری باشن. این میاد اینا رو با هم جمع میکنه. در هر صورت من کنترل اس رو نزدم، کنترل اس اینا رو با هم جمع میکنه. خب در واقع تفریقم به همین شکل هست. کنترل اس باید بزنید همیشه. تفریقم به همین شکل هست. ضرب هم به همین شکل. دوباره کنترل اس. ضرب هم به همین شکل و تقسیم هم به همین شکل. کنترل اس رو هم میزنیم. تقسیم هم به همین شکل. می‌بینید که حالا تقسیمش رو اعشاری هم اگر جوابش بشه تا اینقدر رقم اعشار به ما تحویل میده. و اینکه حالا تقسیم بر صفر هم اینجا به این شکل میشه واسمون. ارور میده و میگه که به صفر نمیتونین عددی رو تقسیم کنید. خب من بیام اینجا این y رو تغییر بدم، مثلا بذارم 7. این رو هم یک عدد دیگه بذارم، مثلا 5.26. حالا اینم بکنمش 7 مثلا 14. خب عملگر بعدی ما عملگر در واقع تقسیم صحیح هستش. وقتی ما بخوایم، حالا بذارید من این بخش رو کامنت کنم، این بخش پرینت رو. وقتی من بخوام، بذارید من این بخش رو هم کامنت x و y بذارید رو بالا بمونه. وقتی من بخوام تقسیم دوتا عددم تقسیم صحیح باشه، یعنی اینکه اعشارهاش رو در نظر نگیره، میام از دوتا کاراکتر تقسیم استفاده میکنم. یعنی اینجا اگر بنویسم z مساوی است با، حالا برای اینکه تقسیممون بین 0 و 1 نیفته که 0 بده، میام من y رو تقسیم بر x میکنم. z مساوی است با y دو تا علامت تقسیم میذارم و بعد x. این میاد در واقع تقسیم صحیح انجام میده. قسمت اعشاری تقسیم رو در واقع در نظر نمیگیره. پرینت میکنم z رو و کنترل s و ران که بکنم، در این قسمت من بذارید این رو ران که بکنم، میبینیم که 1 میده. اگر من x رو تقسیم بر y میکردم، چون بین 0 و 1 میافتاد، اینجا عدد 0 رو من نمایش میده. میبینید که عدد 0 رو من نمایش میده. خب این بوده از عملگر تقسیم صحیح و عملگر درصد که میاد باقی مانده یک عدد بر یک عدد دیگر رو در واقع به ما میده. و در واقع عملگر درصد حتما باید با اعداد صحیح کار کنه، چون برای اعداد اعشاری دیگه باقی مانده دیگه معنی پیدا نمیکنه. مثلا میخوام باقی مانده مثلا عدد مثلا 37 رو به 5 مثلا بگیرم که یک میشه 2 جوابش دیگه. من این بخش رو هم کامنت کنم، کنترل اس کم اینجا میگم z رو مساوی بذار با در واقع x درصد y. x درصد y باقی مانده x، باقی مانده تقسیم x به y. و حالا بیا اینا اینجا شابش کن. پرینت کن z، کنترل اس. و من اگر این رو رام بکنم، که عدد 2 رو من اینجا نمایش داد. دوباره که عدد 2 رو من اینجا نمایش داد.
این میشه باقی مانده. حالا برای اعداد دیگه هم میتونیم تست کنیم. مثلا اگه این 35 بود چون بخش پذیره باقی ماندهش میشه 0 دیگه. دوباره کنم عدد 0 رو من نمایش میده. یا مثلا اگر 39 بود این باقی ماندهش میشه 4. میبینید که اینجا به ما نمایش میده. این بود عملگر باقی مانده. و حالا عملگر توان رو هم داریم اینجا. من میتونم Z رو بذارم چی؟ Z رو مثلا بذارم بذار اعداد رو یکم کوچیک‌تر کنم که بهتر دریافت. مثلا Z رو بذارم 3، این رو هم بذارم 2. من میخوام بیام اینجا x به توان y رو حساب کنم. توان دو تا ستاره میذاریم برای اینکه بخوایم توان حساب کنیم. x به توان y میشه x دو تا ستاره y. کنترل S میزنم. حالا بیام پرینتش هم بکنم. پرینت کنم Z رو. کنترل S. الان اینجا باید 3 رو به توان 2 برسونه که جوابش میشه 9. میبینید که 9 رو من نمایش داد. بذارید من این رو پاک کنم و دوباره میبینید که 9 رو من نمایش داد. و خوبی حالا این توان اینه که میتونید در واقع چیز هم کنید. مثلا اگر من اینجا عدد 9 داشته باشم بخوام رادیکال بگیرم میتونید به این عدد دومتون عدد اعشاری بدید. مثلا به توان 1/2 یا همون توان نیم که برسونم یعنی در واقع ازش رادیکال گرفتم. کنترل S رو میزنم و ران میکنم کدم رو. میبینید که جذر 9 رو من داد. یعنی میخوام بگم که این دیگه اعداد اعشاری هم قبول میکنه. مثلا میخوام 9 × 266 رو به توان مثلا 8 ممیز فلان برسونم که یه عدد خیلی بزرگی هم میشه. من اینو ران کنم ببینیم چی میشه. ببینیم یه همچین عددی شد. این بود عملگر توان. اینها بودن در واقع عملگرهایی که روی عددها میومدن عملیات ریاضی انجام میدادن. از اینجا به بعد میریم سراغ عملگرهای مقایسه‌ای. در واقع آیا میخوام بررسی کنیم که یک عدد از عدد دیگه بزرگتر هست، کوچیکتر هست، بزرگتر مساوی هست یا کوچیکتر مساوی هست، یا اینکه برابر هست. این در واقع کاراکتر مساوی مساوی نشانگر اینه که آیا دو تا عدد برابر هستن یا نه، یا اینکه برابر نیست. خب فرض کنید که من یه متغیر بولیان دارم. در واقع اینا همشون بولیان برمیگردن دیگه. میخوام ببینیم آیا یک عدد بزرگتر از یک عدد دیگه هست. حالا این بزرگتر برای استرینگ ها هم کار میکنه. میتونید اونجا هم استفاده کنید. ولی حالا بیشتر برای اعداد استفاده میشه. وقتی میخوام ببینم یک عدد از یک عدد دیگه بزرگتر هست یا نه، این جوابش یه دونه بولیانه، یا درسته یا غلطه. مثلا من بولیان آ رو برابر، حالا اسمش بذاریم بی، برابر قرار میدم که به من بگو آیا این ایکسی که من اینجا داشتم آیا x بزرگتر از y هست یا نه. بعد بیا این b رو واسه من چاپش کن. کنترل S تا من این رو اجرا کنم تا از اینجا ببندم دوباره. ببینید که آره میگه که x از y بزرگتره. حالا میایم کوچیکتر رو تست میکنیم. اگر کوچیکتر رو بذاریم اینجا و سیف کنیم میبینیم که میگه که غلط x از y کوچیکتر نیست. و اینکه بزرگتر مساوی رو اگر چک کنیم، مثلا بزرگتر مساوی در حالتی که این دوتا با هم برابر باشن میاد مساوی، در واقع ترو ما برمیگردونه دیگه. میبینید که الان من بذارم این رو بس کنم که ترو شد. و حالا بزرگتر مساوی اگر این بزرگتر هم باشه میاد ترو ما برمیگردونه، ولی اگر این بزرگتر باشه میاد به ما فالس برمیگردونه. حالا من بار قبلی یادم سیف کنم ولی اینجا فالس ما برگردونه. این 4 تا بود. حالا مساوی مساوی هم در واقع من بیام این رو تبدیل مساوی مساوی کنم و میگه که آیا این دوتا برابر هستن یا نه. این برای فقط عددها نیست، برای هر چیزی کاربرد داره. برای استرینگ، برای بولیان، برای هر متغیری میتونید این رو استفاده کنید. من این رو سیو میکنم. حالا این دوتا با هم برابر نیستن. الان باید به من فالس بده. الان باید به من فالس بده. فالس میده. و اگر برابر هم باشن، اگر برابر، من کنترل اس بزنم، اگر برابر هم باشن به من ترو برمیگردونه. مثلا فرض کن اصلا این دوتا استرینگ بودن. خب مثلا ABC این هم بود ABC. کنترل S. ببینیم آیا این دوتا استرینگ با هم برابر هستن یا نه. میبینید که من دوباره اجرا کنم. میبینید که برگردون true یعنی اینکه برابرن.
اگر مثلا یکیشون رو یکم تغییر بدیم، یه چیزی اینجا اضافه کنیم و کنترل اس بزنیم و ران کنیم، میبینید که فالس ما برگردون. حالا من بیام این در واقع عملگرهای بزرگتر کوچیکترم اینجا تست کنم. مثلا اگر اینجا میذاشتم بزرگتر مساوی و کنترل اس رو میزدم و ران میکردم که ترو برگردم، چون که مساوی هستن اینا تو در واقع زیر مجموعه بزرگتر مساوی میشه. اما اگر مثلا میزدم آیا این ایکس، مثلا این استرینگ ایگرگ رو یکم زیادتر میکردم، در واقع این بزرگتر مساوی تو استرینگ ها میاد به ترتیب حروف الفبا چک میکنه. در واقع میاد اینها رو انگار به حروف به صورت به ترتیب حروف الفبا مرتب میکنه، یعنی که کدومشون در حروف الفبا بالاتره، یعنی بالاتر قرار میگیره، اون میشه کوچیک‌تره. الان اینجا آیا x بزرگتر مساوی y هست؟ مساوی که نیستن، بزرگتر هم نیست، چون که ABC تو حروف الفبا بالاتر قرار میگیره. این z داره ولی این آخرش هیچی نداره، پس x میشه کوچیک‌تره. پس من وقتی اینجا بزنم آیا x بزرگتر مساوی هست، بعد به من فالس برگردونه. من کنترل s رو اینجا میزنم و دوباره ران میکنم و من فالس برگردون. اما اگر اینجا مثلا زد میذاشتم، یه زد دیگه هم میذاشتم، این x توی حروف الفبا پایین تر قرار میگیره به ترتیب حروف الفبا که اینا رو بچینیم، پس x میشه بزرگتره. پس من وقتی بزرگتر مساوی رو اینجا در واقع بذارم، باید به من true برگردونه. من کنترل s رو زدم، ران که کنم، بذارید من دوباره ران کنم، ران که کنم به من true برمیگردونه. و حالا از عملگر مخالف هم استفاده کنیم که دیده باشید. مخالف میگه که آیا اگر اینها برابر نبودن به من درست برگردون، اگر اینها برابر نبودن به من درست برگردون. الان برابر نیستن دیگه، پس باید به من درست برگردونه. من سیو و اجرا میکنم، میبینید که درست برگردون، درست برگردون. و اگر اینها با هم برابر باشن فالس برمیگردونه. کنترل اس، اگر اینها برابر باشن فالس برمیگردونه، فالس برگردون. خب این هم بود عملگرهای مقایسه‌ای. حالا میریم سراغ عملگرهای منطقی. عملگرهای منطقی در واقع میان چند تا بولین رو میان با هم دیگه به صورت منطقی اند اور یا مثلا نات میاد روی یه دونه عملگر انجام میشه، ولی مثلا اند اور روی دو تا بولین میاد انجام میشن. اند زمانی درست در میاد، در واقع جواب این اند اور هم خودش یه دونه بولینه. اند زمانی درست در میاد که جفت اون بولین ها درست باشن، یعنی حتی اگر یکیشون هم غلط باشه یا جفتشون غلط باشن، جواب این اند ما غلط میشه. اور زمانی درست میشه که حداقل یکی از این بولین هایی که ما داریم اینا رو با هم اور میکنیم درست باشن، یعنی یا جفتشون درست باشن یا یکیشون درست باشه. اگر جفتشون غلط باشن اور غلط میشه. نات هم که میاد ولیو یه دونه بولین رو میاد در واقع برعکس میکنه، اگر درست باشه غلطش میکنه، اگر غلط باشه درستش میکنه. بریم اینا رو با هم تست کنیم. من فرض کنید یک بولین دارم مثلا a که برابر true هست، یه دونه بولین دارم b که برابر false هست و میخوام بیام اند این دوتا رو پرینت کنم. یا حالا بریزم توی بولین سومی مثلا به نام c مساوی است با a and b و بیام اینجا c رو پرینت کنم. کنترل s. الان اند این دوتا چی میشه؟ گفتیم اند فقط زمانی درسته که جفت این بولین ها درست باشن. اینجا وقتی یکیشون غلطه این سی ما باید غلط بشه. پس من اینجا اگر ران کنم، سیوم کردم، اگر ران کنم باید به من غلط برگردون که غلط برگردون، دوباره غلط برگردون. اما اگر جفت اینها درست باشه، اگر جفت اینها درست باشه میاد به من درست برمیگردونه، یعنی که درست برگردون. حالا بیایم از اور استفاده کنیم. اور همون یا هست. گفتیم اور چه زمانی در واقع اینو برگردونیم به هم فالس. اور چه زمانی غلط میشه؟ زمانی که جفت اینها غلط باشن اور غلط میشه. در بقیه حالت ها اور درست میشه. پس الان اینجا که یکیشون درسته یکیشون غلطه، این سی ما باید درست بشه. من یه بار ران کنم، ببینید که درست شد. ولی اگر جفت اینها رو غلط بذارم فالس، کنترل اس، جفت اینها رو غلط بذارم میبینید که فالس به من برگردون. حالا فرض کنید الان این سی من فالس بود دیگه، میخوام سی رو مثلا
سی رو برابر بذارم با نات سی، یعنی بیام ولیوش رو بیام همینجا تست کنم دیگه، همینجا بیام نات سی رو چاپ کنم، میاد اگر این درست باشه غلط به من برمیگردونه، اگر غلط باشه درست برمیگردونه. الان جواب این غلط بود. وقتی ناتش رو دارم چاپ میکنم ناتش باید درست به من برگردونه. بیایم این رو ران کنیم. ران نات سی، یاد صرف کنید. سیو نکردم، کنترل اس، دوباره باید true من برگردونه، true برگردون. اما اگر مثلا یکی از اینا رو من درست کنم توی اون اند، توی اون اوری که نوشتم الان سی من ولیوش true هستش، ولی وقتی هم ناتش رو چاپ میکنم باید به من فالس برگردونه. کنترل اس رو میزنم و ران، ببینید که فالس به من برگردون. این بود از این قسمت. ما توی قسمت بعد، این بود این قسمت، یعنی بخش اول یعنی قسمت اول بخش دومون. توی قسمت بعدی ما میریم که شرط ها رو چک کنیم، ساختارهای شرطی رو چک کنیم و همین. فعلا خدا نگهدار.